سلام دوستان عزیز، به جلسه سوم از دوره فارکس برهنه خوش اومدید. من جاویدی هستم و در این جلسه میخوام در ارتباط با ادامه بحث جلسه دوم باهاتون صحبت بکنم که در ارتباط با خدماتی هستش که و امکاناتی هستش که یک معامله‌گر بانکی در مؤسسات مالی ازش استفاده میکنه. خب قبل از اینکه این جلسه رو تماشا بکنید توصیه میکنم که به سایت ما برید و در سایت ما به نام با آدرس xforexnews.com مراجعه بکنید. در صفحه اول در قسمت گالری ویدیوها به روی فارکس برهنه کلیک کنید. جلسه اول و جلسه دوم رو حتما نگاه بکنید. من به صورت خلاصه محتوای جلسه اول رو خدمتتون بگم که به این موضوع اشاره شد که شما باید بدونید از چه کسی دارید مطلب یاد میگیرید یا چه کسی داره به شما توصیه میکنه، چه کسی داره شما رو راهنمایی میکنه. بدونید که چند سال این شخص در بازار فارکس فعالیت کرده، چه مدرکی رو داره، آیا فقط تکنیکال تدریس میکنه یا بر اصول بنیادین بازار مالی هم مسلطه. این مسئله دوستان خیلی مهمه، خیلی ساده نگیرید. همین ساده نگاه کردن به موضوع هستش که باعث میشه دلاری به ارزش 40,000 تومان رو شما ضرر بکنید. شما الان $100 ضرر بکنید که ضرر کردن اون مثل آبی خوردن هست در بازارهای مالی. بر اساس آن الگوریتمی که من توی جلسه اول گفتم، یه الگوریتمی رو تعریف کردم، الگوریتم بازار مالی رو براتون توضیح دادم که چرا 95% دارن ضرر میکنن. دلیلش رو گفتم. این مطالبی هستش که هر کسی به شما نمیگه، اصلا پیدا نمی کنید. میان فقط میگن بله 95% معامله‌گران ضرر میکنن، 5% سود میکنن. ما کاری که این 5% انجام میدن رو بعد انجام میدیم، این 95% انجام نمیدن رو انجام ندیم، ولی میریم دوباره این کار 95% رو انجام میدیم. پس بنابراین خیلی مهمه که بدونید چه کسی داره برای شما مطلب آموزشی ارائه میده. اصلا این ببینیم اصول بنیادین یعنی چی. اگر بنیادین رو در گوگل سرچ بکنید، معنی اساسی، اصلی، بنیادین، ریشه ای رو میده. یعنی چی؟ یعنی تحلیل بنیادین، تحلیل ریشه ای، یعنی اصل داستان. یعنی اگر شما دارید تحلیل فاندامنتال یا بنیادین یاد میگیرید، یعنی اصل داستان رو دارید یاد میگیرید. پس از معنی کلمه مشخصه. حالا اینو در نظر بگیرید که بین تدریس تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چه تفاوت‌هایی وجود داره. خب اولین تفاوتی که وجود داره اینه که دنیا و محتوای در واقع اینترنت، فضای مجازی پر هست از تحلیل تکنیکال. شما برید در گوگل سرچ بکنید که من تحلیل تکنیکال میخوام، آموزش تحلیل تکنیکال، همین الان بزنیم آموزش کامل، این رو پاک بکنم، آموزش تحلیل تکنیکال. ببینید چقدر موارد هستش که میاد، دنیایی از آموزش ها، و هر کدوم از اینا هم ادعا دارن که شما با اون تحلیل میتونید در بازار مالی معامله بکنید. اینها خیلی رو راست بهتون میگم سرطان هستن در بازارهای مالی که یک ایده
و یک تفکر غلط رو در ذهن شما ایجاد میکنن و اون ایده شروع میکنه به رشد کردن و شما خلاص نخواهید شد از اینها. خیلی سخت هست. این رو در نظر بگیرید. برای تدریس تحلیل تکنیکال هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. یادگیریش خیلی راحته. شما بیایید چنگال اندروز رو برید یک کتاب بگیرید در بازار، بیایید اون رو بخونید و از زبان خودتون بیایید ویدیو درست بکنید. شما میشید مدرس تحلیل تکنیکال، استاد تحلیل تکنیکال. چند نفرم میان به شما استاد میگن و شما در واقع خوشحال میشید، ذوق میکنید نسبت به این قضیه. و چند تا مثال هم در بازار میزنید و خیلی راحت کارتون رو پیش میبرید. یا مثلا میاد میگید که الگوی نموداری، آقا اینجا الگوی مثلث هست. خیلی خوب. بعد از یک ریزش یک الگوی مثلث متقارن وجود اومده. حالا گریز از پایین اگر شکل بگیره، معمولا مثلث میگن که نشان دهنده ادامه روندمون نزولی هست. اگر شکست ایجاد بشه به اندازه ارتفاع مثلث چیکار میکنیم؟ پوزیشن میگیریم و این هدفمون مصادف هست با این حمایت. خب پس چی شد؟ گریز، پول بک و وارد داستان و وارد بازی میشیم. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. استاد اینجا شکست هم صورت گرفته، پول بک هم زده ولی رفته داخل الگو. خب دوستان، عدم قطعیت در بازار. ببین توجیه های وجود داره، همیشه توجیه های وجود داره. این عدم قطعیت همیشه که نمیتونی سود کسب بکنی. حد ضرر بذار، حد ضرر تو بگذار اینجا. رنگش هم مشخص میکنم به رنگ قرمز. میگه حد ضرر تو بذار داخل الگو. حالا اگر میومد از اینجا برگشت میخورد میریخت، حد ضرر تو بعد گذاشتی بالای این سوینگ های. ببینید اگر قیمت برخلاف تحلیل پیش بره بالا، کلا تحلیل رو فیل بکنه، یعنی حد ضرر کوچیک باید برداری داخل الگو. اگر نه بیاد به صورت رنجگونه از اینجا برگشت بخوره بیاد پایین، حد ضرر بالای این گذشته بازار به راحتی قابل تحلیله. یعنی مثال هایی که برای شما زده میشه در علم تکنیکال، البته اینها به راحتی میتونن تدریس بشن. الگوی سقف دوگانه، ببینید چقدر قشنگ قیمت بعدش ریزش کرده. مثال های زیادی رو میتونم بزنم براتون. الگوی مثلث دیگه اینجا شکل گرفته، شکست از بالا صورت گرفته و قیمت به اندازه ارتفاع الگو میتونسته صعود بکنه و اگر هم جواب نده با این جملات روبرو میشید. همیشه که نمیشه سود کرد. بعد مدیریت سرمایه داشته باشید. در بازار همیشه عدم قطعیت وجود داره. ببینید اصلا این فرد، این شخصی که داره راجع به این مسائل صحبت میکنه نمیدونه عدم قطعیت بازار یعنی چی. عدم قطعیت بازار در علم تکنیکال وجود نداره. چرا؟ چون علم تکنیکال 50% به 50% میتونه روند رو مشخص کنه. این رو همیشه در ذهنتون داشته باشید. علم تکنیکال، اصلا بنویسید بالای مانیتورتون قرار بدید، علم تکنیکال نمیتواند جهت روند بازار رو مشخص بکند. اصلا برای این کار علم تکنیکال به وجود نیامده. این رو من نمیگم بگید که آره ایشون مثلا داره فاندامنتال درس میده، تکنیکال اصلا قبول نداره. نه، تکنیکال بسیار بسیار مهمه. عالی علم تکنیکال، حیاتی علم تکنیکال. بدون علم تکنیکال اصلا ترید امکان پذیر نیست، ولی در جای خودش.
در جلسه اول یک مثالی رو خدمتون گفتم مثل این میمونه که چکش یک ابزار کاربردیه در زندگی ما، اما نمیتونه گوجه فرنگی خورد بکنه، نمیتونه خیار خورد بکنه برای تهیه سالاد. همچنین چاقو یک ابزار بسیار کاربردی هست در زندگی ما برای آشپزی، ولی نمیتونه میخ رو داخل تخته بکنه. پس بنابراین علم تکنیکال مهمه، اما در جای خودش. ولی متاسفانه فرد میره یه دوره ثبت نام میکنه، اون دوره خارجی رو، حالا یا چه رایگان چه خارجی، یا ترجمه میکنه، اون رو برای شما ارائه میده و میشه استاد. و نه تنها پول شما رو از جیبتون در میاره بابت خرید دوره، بلکه این فرد داره با سرمایه شما بازی میکنه و چه بسا با زندگی خیلی از معامله‌گران. معامله‌گر ماشینش رو میفروشه، وارد این بازار میکنه، چون عیناً داره میبینه من اینجا میتونم سود کسب بکنم و سرمایه‌مو چند برابر بکنم. یا میاد مثلا ایچیموکو رو یاد میگیره. من یک ویدیویی رو درست کردم به نام توهم ایچیموکو. اینقدر اومدن پیام دادن آقا ما روشمون ایچیموکوه و خیلی ازش استفاده میکنیم. شاکی شده بودن که چرا این ویدیو رو درست کردید و دارید اینها رو به معامله‌گران میگید. الان من در اون ویدیو هم توضیح دادم که ایچیموکو اصلا یعنی چی. من تمرکز میکنم روی کیجنسن. ببینید کیجنسن یعنی چی. کیجنسن روی 26 دوره تعریف میشه. من یک مستطیل 26 دوره‌ای رو اینجا ایجاد میکنم. فکر کنم 26 تا شد. 3 تا 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 26 میاد روی. کیجنسن میگه در این 26 کندل قبلی، ببینید کیجنسن تا اینجا فلت هست. بذارید من این خط رو هم بردارم. کیجنسن تا اینجا فلت هست. کیجنسن فرمولش چیه؟ اینا واقعیت ها هستن که به شما اصلا گفته نمیشه. برای اینجاست. کیجنسن میگه های 26 دوره قبل منهای لو 26 دوره قبل تقسیم بر 2 مساوی عدد کیجنسن. این فرمول کیجنسن هست. خب های 26 دورمون در این نرخه 0.8698 من. ببخشید این به علاوه هست، من اشتباه کردم، این به علاوه هست. این به علاوه لو 26 دوره میشه تقسیم بر 2، یعنی میانگین های و لو 26 دوره قبل. این نمیگم به درد نمیخوره که در واقع ایچیموکو، نه خیر، ایچیموکو هم ببینید ابزارهای تکنیکال همشون اینه، همشون به یک اندازه ارزشمند هست و همشون به یک اندازه نمیتونه روند رو مشخص بکنه. خب تا اینجا فلته. چرا فلته؟ چون های و لو در 26 دوره قبل ثابت مونده. یعنی من این رو از اینجا اگر در نظر بگیرم، ببینید شروع
فلت کیجنسن از اینجا شروع شده. خب اینجا هایمون ثابته، لامون ثابته، پس این عدد همواره ثابت میاد. یک کندل بریم جلو، دوباره های و لو ما ثابته، عدد یکسان میاد. های و لو ما ثابته، عدد یکسان میاد و بنابراین کیجنسن توی یک عدد ثابت داره حرکت میکنه تا اینکه میرسیم به اینجا. اینجا در واقع باز هم فلته، اما اگر من این رو یه دونه بکشم اینور، یعنی وارد 26 دوره بعد بشم، این های ما تبدیل به این های میشه. پس بنابراین این قیمت های کوچکتر میشه، این های کوچکتر میشه، پس حاصل من کوچکتر میشه. این باعث میشه که کیجنسن دوباره بیاد پایین. دوباره 26 دوره به جلو میکشونم، میبینیم که دوباره های من کاهش پیدا کرده، پس عدد کاهش پیدا میکنه، کیجنسن نزول میکنه. این چه ربطی به مقاومت و حمایت داره دوستان؟ خیلی ها میگن که فلت کیجنسن مقاومت بسیار سختیه. اینجا هم ببینید چگونه مقاومت نشون داده، ببینید چگونه به فلت خورده و ریزش کرده. مثال های زیادی وجود داره که قیمت به کیجنسن برخورد کرده و صعود کرده. خب آقای جاویدی اینجا چرا به فلت خورده، فلت رو شکسته؟ آها، ببینید وقتی فلت رو میشکنه دیگه روند عوض میشه. آقای جاویدی اینجا هم شکسته ولی روند عوض نشده. عدم قطعیت، همیشه عدم قطعیت در بازار وجود داره. ببین اینا توجیهاتی هستش که همواره انجام میشه. اینجا فلت رو شکسته، اصلا رنج شده قیمت، ولی میان به شما میگن ببینید فلت واکنش نشون داده، یه دوجی هم اینجا تشکیل داده، یه دوجی اینجا، یه همر هست. اصلا این همر نیست، همر بعد از یک روند نزولی، ولی میاد میگه دیدم این رو. حالا همر هم نگیم، دوجی تشکیل شده، ببینید چگونه اصلا نقطه زنی میشه کرد اینجا رو ببینید. اینا همه خوشاینده، بله خیلی منطقیه و ذهن منطق پذیر آدم، ببینید اینجا رو، ذهن منطق پذیر آدم اینا رو قبول میکنه. اما در خیلی از موارد، ببینید در ترید زنده شما، اینجا ترید گذشته بازاره، به راحتی میشه مثال پیدا کرد. در ترید زنده شما ببینید این فلت شکسته، شما میایید هدفتون رو میذارید اینجا، قیمت نمیزنه، هدفتون رو برمیگرد. قیمت هر جا دلش بخواد میره، شما نمیتونید در واقع با رسم شکل و ابزارهای تکنیکال روند رو پیش بینی بکنید. در خیلی از جاها میبینید روی این خط بالا پایین رفته، شما اون سودهایی رو که یه دونه سود رو اینجا کسب میکنید، فرضاً اینجا این مقدار سود رو کسب میکنید، ولی 10 برابر اون اینجا سردرگم و ضرر میکنید. آیا این شکسته؟ آیا این میره بالا؟ این میاد پایین؟ ولی چون گذشته بازار رو دارید نگاه میکنید، به راحتی قابل تشخیصن. و توجیهاتی که تو روند نزولی نمیدونم خرید نمیگیرن، از اینجور توجیه، یعنی هر حرکت، هر مثال بازاری یه توجیه رو میتونه داشته باشه. البته که در تحلیل تکنیکال این توجیهات مسئله رو برای مدرس آسان‌تر میکنه. اما تحلیل فاندامنتال اینگونه نیست. شما منابع آموزشی بسیار کمی رو میتونید پیدا بکنید که بتونه واقعا اون تحلیل فاندامنتال رو برای شما آموزش بده. اون منابعی هم که هست مربوط میشه به یک سری اطلاعات سطحی در ارتباط با داده های اقتصادی یا نرخ‌های بهره یا اخباری که وجود داره در خصوص بانک‌های مرکزی که قابلیت تجاری ندارن، یعنی قابلیت کسب سود وجود نداره. مثلا اگر پاول از فدرال رزرو میاد صحبت میکنه، شما به هیچ عنوان نمیتونید متوجه بشید که در چه جهتی داره صحبت میکنه و از صحبت‌های اون آیا دلار امریکا سود خواهد برد یا متضرر خواهد شد، چون که اعضای بانک مرکزی و مقامات دولتی حق ندارند به بازار به صورت شفاف جهت‌دهی بدن. اینها روی کدهایی صحبت میکنن که
خب رویترز میاد اون رو کدگذاری میکنه و مثلا میگه اگر بیلی امروز یا مثلا فردا روز پنجشنبه راجع به رکود اقتصادی صحبت کرد، پوند خواهد ریخت. یا اگر پاول بیاد ابراز نگرانی بکنه در خصوص بازارهای سهام، دلار خواهد ریخت. یک سری کلمات و جملاتی هست که بیشتر روی اونها حساس هستند که اگر گفته بشه میتونه دلار رو در جهت خاص یا اون دارایی رو در جهت خاص حرکت بده. و یا اینکه مثلا میگن اگر فدرال رزرو در بیانیه متعهد به افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر بشه، دلار رشد میکنه. اگر این تعهد وجود نداشته باشه، یعنی صراحتا اعلام نکنن که در ماه سپتامبر افزایش نرخ بهره خواهند داشت، دلار میتونه تضعیف بشه. اینها مواردی هستند که هر کسی اینها رو بهش نه دسترسی داره و نه میدونه. اینکه در زمان انتشار بیانیه در لحظه بتونی بیانیه‌ای به زبان انگلیسی و زبان تخصصی اقتصاد تحلیلی روش ارائه بدی و به به اون معامله‌گران خط مشی بدی و همون لحظه تحلیل بکنی، کار هر کسی نیست که بخواد این کار انجام بده. به همین دلیله که اکثرا میان تحلیل تکنیکال رو آموزش میدن تا اینکه تحلیل فاندامنتال رو بخوان تدریس بکنن. و یا اینکه در وبینارهای زنده مثلا از شما پرسیده میشه که راجع به ایچیموکو سوال خاصی وجود نداره، اما فاندامنتال دریایی از اطلاعات هست، هر روز رویدادهای جدیدی در حال شکلیه و یک مدرس تحلیل فاندامنتال باید بروز باشه و بدون مثلا شخصی در ارتباط با چاهای نفت نروژ سوال میپرسه که چرا متوقف شده و عرضه نفت نروژ کاهش پیدا کرده، باید خیلی سریع جواب بده که مثلا متاهای چاها مثلا دچار مشکل شدن، وقت تعمیر و نگهداری اونه یه چیز عادی هست و شرکت در واقع پشتیبان کننده قراره که سر موقع اونها رو تحویل بده و هیچ مشکلی در عرضه نفت وجود نخواهد داشت. و یا مسائل پیچیده دیگه مثل کنترل بازدهی توسط بانک ملی ژاپن، اینها سوالاتی هستن که هر کسی نمیتونه به صورت آنی به اونها جواب بده. اما مجموعه ما و دوستانی که وجود دارن در رادیو زنده دارن فعالیت میکنن و یا تیم تحلیلگرمون هر سوالی رو بلافاصله پاسخ میدن. چرا؟ چون چندین سال هست که بیشتر از یه دهه هست که در بازارهای مالی دارن فعالیت میکنن و میدونن که چی کار دارن میکنن. پس در جلسه اول راجع به این موضوع بحث شد. در جلسه دوم در ارتباط با اینکه چه خدماتی شما میتونید از اون ترمینال های مربوطه دریافت بکنید که بتونید یک معامله‌گر موفق باشید. در مورد اخبار صوتی صحبت شد که به صورت فارسی زبان ما اون رو در لحظه ارائه میدیم بدون تأخیر حتی یک ثانیه. همچنین تحلیل بازار بر اساس معیارهای CFA که در جلسه دوم صحبت شد. این بخش آکادمی آموزشی باقی موند که موضوع بحث امروزمون هست به همراه حالا موضوعاتی دیگه‌ای که راجبش من صحبت خواهم کرد. در خصوص آموزش ببینید، یک شخصی که میخواد تدریس بکنه هر چیزی رو باید دوره استادیاری دیده باشه که بتونه مطالبی که آموزش میده از حافظه کوتاه مدت بلافاصله به حافظه بلند مدت انتقال داده بشه. این یعنی چی؟ یعنی این که من اگر مطلبی رو الان به شما میگم، این در حافظه کوتاه مدت شما ثبت میشه و اگر هفته بعد همون سوال رو از شما بپرسم شما نمیتونید، اصلا یادتون نمیاد. اما روش تدریس اگر طوری باشه که در همون لحظه تصویر سازی صورت بگیره در ذهن اون معامله‌گر، سالیان سال هم بگذره و راجع به اون موضوع صحبت بشه، میتونه در واقع به خاطر بیاره اون محتوایی که در واقع آموزش داده شده رو. و اینکه چون زبان اقتصادی که زبان سختی هست و در واقع اصطلاحات تخصصی زیادی داره،
ما میایم اون رو به صورت موشن گرافی برای شما ارائه میدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه عوض اینکه بیایم به صورت خشک صحبت بکنیم روی چارت، میایم اون رو به صورت انیمیشن یا به صورت کاراکتر اونها رو برای شما توضیح میدیم تا شما بتونید اون تصویرسازی در ذهنتون انجام بگیره و بتونید مطالب رو کاملا درک بکنید. و تمامی اینها یک خدمات منحصر به فردی هستن که در ایران ارائه میشه. اینکه بخوایم آموزش ها رو به صورت موشن گرافی و کاراکتری انجام بدیم که خودش خیلی مسئله مهمی هست. اما آموزش تنها کافی نیست. یعنی شما خروارها کتاب بخونید، صدها کتاب در مورد روانشناسی بازار بخونید، اما برید پشت سیستم و بخواید ترید بکنید، همون شخص اولیه هستید، چون ضمیر ناخودآگاه شما تغییر نکرده. یعنی شما در کتاب‌های زیادی خوندید که حد ضرر رو تکون ندید، جابجا نکنید، ولی عملاً توی معاملاتتون می‌بینید حد ضرر رو جابجا می‌کنید، در صورتی که هزاران هزار مطلب راجع به این مسئله خوندید، چون ضمیر ناخودآگاه شما اون رو نپذیرفته. آموزش در کنار رویدادهای زنده بازار باید باشه. مثلا شما راجع به بحث چند پارچگی اتحادیه اروپا اگر میخواید مطلبی رو بخونید، این رویداد در حال مثلا اتفاق افتادن هست. اوراق قرضه آلمان و ایتالیا اصلا فاصلهشون اصلا زیاد میشه. این نشون میده که اقتصاد آلمان داره فاصله میگیره و سایر اعضای اتحادیه اروپا داره اقتصادشون ضعیفتر میشه و این باری است بر اقتصاد آلمان که این به روی یورو سنگینی میکنه. اقتصاد آلمان میبینید داده های قوی رو میده، اما اوراق قرضه آلمان و ایتالیا اصلا فاصله گرفتن. این برای یورو منفی هست. علیرغم اینکه داده اقتصادی قوی رو داریم از مثلا سنتیمنت اقتصاد آلمان دریافت میکنیم، اما میبینیم که یورو تضعیف میشه. چه اتفاقی افتاد؟ چون رویداد چند پارچگی در اتحادیه اروپا داره اتفاق میفته. این رو شما میایید در آموزش بلافاصله آموزش میبینید و این تا سالیان سال در ذهن شما خواهد بود. یا رویداد جکسون هول یا بسیاری از موارد دیگه که به صورت آکادمیک به شما در زمان رویداد زنده بازار برای شما آموزش داده میشه. اینم مسئله هست بود که در جلسه قبل حالا ناقص مونده بود که این رو تکمیل کردم. اما موضوع دیگری که میخوام به شما بگم این هستش که شما با شنیدن این صحبت هایی که من در جلسه سوم هم دارم اون رو ادامه میدم، هر چند که اونها رو قبول خواهید داشت، اما باز هم به دنبال دریافت سیگنال خواهید گشت. چرا؟ چون علیرغم اینکه همه اینا رو میشنوید، اما اونجوری که باید و خیلی اصولی منتوری نداری که روی شما کار بکنه و شما همواره در معاملاتتون دچار سردرگمی خواهید بود. خیلی خوب، فاندامنتال رو یاد میگیرید، میایید اصلا بحثی در صحبت‌های من ندارید و همه رو قبول میکنید، اما میرید آیا به سوددهی خواهید رسید؟ نه. نهایت هدفی که شما دارید اینه که شما رو به سوددهی برسونه این بازار، و اگر شما قرار باشه که سود نکنید در این بازار، چه فایده‌ای داره فعالیت در بازارهای مالی؟ آیا به خاطر کلاس کاریه یا به خاطر اینکه وقتتون رو پر بکنید؟ نه، نهایتاً هدف شما از فعالیت در بازارهای مالی کسب سود هست، اونم به صورت مستمر. من دارم راهکار و راه رو به شما نشون میدم. هر جا دیدید شخصی داره راجع به سیستم معاملاتی سودآور صحبت میکنه، راجع به کسب درآمد $100 در روز صحبت میکنه، راجع به
ربات ها داره صحبت میکنه، راجع به هوش مصنوعی، چت جی بی تی یا چیزهای دیگه داره صحبت میکنه، سریعا دوری کنید از این مطالب، چون ممکنه 1% شما رو گول بزنه. هرچند اطلاعات و آگاهی کافی دارید. مثلا محتوایی در اینستاگرام میبینید که شخصی میاد یه اندیکاتوری رو در تریدینگ ویو نشون میده، میگه برید به سمت اندیکاتور، یک نمادی رو اینجا سرچ بکنید، تنظیماتش رو انجام بدید و تمام دیگه شما میتونید به سوددهی برسید. نه، از اینو دوری. اصلا همچین محتوایی رو دید بزنید بره. یا مثلا شخصی میاد میگه که من برنامه ریزی رو انجام دادم، من در واقع در داخل تریدینگ ویو که میتونه پول بک ها رو تشخیص بده. ببینید چند تا پول بک به درستی تشخیص داده شده. حتما آشنا هستید با این مجموعه ها. مثلا میاد اینجا، از اینجا تا اینجا رو میگیره، این رو تشخیص میده، این قله رو به این قله برنامه رسم میکنه، قیمت که شکست در پول بک به این به شما اعلام میکنه که اینجا پول بک اتفاق افتاده. درست؟ در ارزهای دیجیتال هم خیلی زیاد هست. این برنامه هست که از تریدینگ ویو گرفته شده و یه مقدار کدها رو تغییر دادن و بعد یک آلارم هست، چیز خیلی خاصی نداره که آلارم هست، اون به شما آلارم داده میشه و مسئله خیلی آسان‌تر از اون چیزی هست که شما فکر میکنید. ولی آنچنان اون رو بولد میکنن و اون رو به صورت ربات تلگرامی در میارن که شما فکر میکنید که آره من با داشتن این سرویس میتونم که به سوددهی برسم. ببین چقدر داره این رو خوب تشخیص میده و اینجا میتونم نقطه زنی کنم. اما بررسی که اگر من واقعیت رو به شما میگم، اگر بررسی رو انجام بدیم، میاد میگه که در تایم فریم 5 دقیقه، میخواد مثال بزنه، میگه در تایم فریم 5 دقیقه 24 نماد رو این نرم افزار تشخیص داده، پول بک هاش رو، که شونزده تاش درست بوده. حالا اگر انصاف داشته باشه 16 تاش درست بوده و 8 تاش اشتباه بوده. حالا بگیم 10 به 14. حالا بگیم مثلا 26 تا 26 تا معامله باز در واقع تشخیص پول بک داده شده، 16 تاش درست بوده، 10 تاش غلط. این رو من دیدم که خدمتتون عرض میکنم در اون محتواهایی که وجود داره در تایم فریم 5 دقیقه. خیلی خوب، اینجا هر کسی باشه میگه که بسیار خوب، 6 تا در نهایت معامله سودده دارم، یعنی اگر من همه این 26 تا رو بگیرم در نهایت با 6 معامله سودده میتونم کارم رو خاتمه بدم با ریسک بریوارد 1 به 1. حالا بگیم هر کدوم از اینا رو هم با نماد در واقع با 1/10 لات گرفته شده باشه، 6 تا معامله با 1/10 لات هر کدوم 30 پیپ هم سود بکنم، $360 من میتونم سود بکنم. 5 دقیقه دوم چی؟ هر لحظه داره این به شما آلارم میده که پول بک شد، پول بک شد، پول شد. یا باید همه اینا رو بگیرید که در نهایت 16 تا درست باشه، 10 تا غلط، اونم فقط در 5 دقیقه.
مثلا در یک روز بیاید بگید من در این 5 دقیقه که به صورت رندوم برای شما خواهد بود، شما نمیدونید در چه تایمی از نشست معاملاتی قراره که این سوده بشه. چون این اتفاق افتاده، طرف میاد میگه در تایم فرم 5 دقیقه در فلان ساعت 26 تا سیگنال داشتیم، 16 تاش درست بوده، 10 تاش غلط. خب آیا ما میتونیم بگیم که اون 5 دقیقه کدوم 5 دقیقه بوده؟ شاید صبح تا شب ضرر داده، یه دونه این 5 دقیقه رو سود داده. حالا بیایم بگیم استناد کنیم به همین 5 دقیقه، بگیم راست میگه. آیا شما بالانسی دارید که همه این 26 معامله رو بتونید بگیرید؟ آیا لوریج شما اجازه خواهد داد که این 26 معامله رو در 5 دقیقه بگیرید؟ 5 دقیقه بعدی رو هم بخواید بگیرید، چه مقدار بالانس نیاز دارید که همه این معاملات رو بگیرید که بتونید سود بکنید؟ اگر حجمتون رو کم بکنید، خب سودتون هم کم میشه. اگر حجمتون معمول باشه، نمیتونید در واقع وارد بشید. در هر معامله مدیریت ریسک میگه بیشتر از 2% ریسک نکنید. 2 ضرب در 26 ببینید چقدر میشه. 52% بالانستون اگر بخواید مدیریت سرمایه کنید در این 5 دقیقه، 52% بالانستون در معرض خطر خواهد. یعنی نصف بالانستون اگر ضرر متحمل بشید خواهد رفت. این عوام فریبیه، این کلاهبرداریه. بنابراین به هیچ عنوان به اینها استناد نکنید. اگر قرار بود شخصی با این مباحث به سودی برسه، مطمئنا نمی اومد بوق و کرنا بکنه، خودش می اومد دلار روی دلارش می اومد و کلی سود میکرد. هیچ کس دلش برای شما نخواهد سوخت. اینها برای خالی کردن جیب شماست، یا اگر میاد اندیکاتوری برای شما معرفی میکنه، نیتش اینه که شما اون رو سیو بکنید، که شما که در هر لحظه پای چارت نیست. مثلا شب دراز کشیدید میبینید یه اندیکاتوری داره معرفی میشه، خیلی هم به نظرتون منطقی میاد این اندیکاتور، سیو میکنید یا شیر میکنید برای دوستانتون که اون رو بعدا بتونید ببینید. این میشه باعث میشه در واقع محتوای طرف که به صورت رایگان داره یه چیز ارائه میده رتبه بگیره و بیاد تو اکسپلور اینستاگرام و باعث بشه که فالوور بیشتری جذب بشه. هیچ کس دلش در این بازار به حال شما نمیسوزه که بیاد یک ابزاری رو معرفی کنه که شما رو پولدار کنه. اگر همچین ابزاری بود هیچ موقع معرفی نمیشد و شما خودتون رو کلاهتون رو قاضی کنید. اگر به یک روشی دست پیدا کنید که اصلا امکانش وجود نداره، اما اگر بگیم حالا یه شبکه عصبی طراحی شده که بتونه بازار رو پیش بینی بکنه، آیا اون رو در اختیار کسی قرار میدید؟ همیشه این ترس رو دارید که نکنه اوضاع خراب بشه و من از این سوددهی منع بشم. خودتون آسته آسته کارتون رو انجام میدید. پس بنابراین اینها همه کلاهبرداری هست، اصلا توجه نکنید. اصول تحلیل بازار اینها هستن. بعد محرک کلام بدونید، بعد سیاست‌های پولی بلد باشید، سیاست‌های مالی بدونید، داده اقتصادی رو بتونید تحلیل کنید، تحلیل ژئوپلیتیکی، تحلیل سنتیمنتال و در نهایت تحلیل تکنیکال. اینا رو در جلسه دوم هم توضیح دادم به صورت کامل. اگر هم اینها رو بلد نیستید، خب یک معامله‌گر محترم میخواد کار رو شروع بکنه، اینها رو بلد نیست، برای اینها 10 سال تجربه نیاز داره. میاد با استفاده از خدماتی که دریافت میکنه، اصلا حتی تحلیلگران برجسته، شاید من نوعی بخوام در واقع خودم تحلیل رو انجام بدم، میتونم همه اینا رو انجام بدم. اما تصور بکنید من صبح بیدار میشم، مقالاتی رو از ترمینال رویترز، ریفینیتیو، بلومبرگ میخونم، تحلیل هاشون و داده هاشون رو همه رو بررسی میکنم، محرک کلان رو در میارم. مثلا میگم محرک کلان بالاخره بر روی حالا مثلا آزی داره سنگینی میکنه یا دلار استرالیا. سیاست‌های پولی رو و مالی رو بررسی میکنم با استفاده از منحنی‌های OCR یا صندوق‌های آتی فدرال رزرو. همه اینا رو بلدم و استفاده میکنم. داده‌های اقتصادی رو تحلیل میکنم، تحلیل ژئوپلیتیکی انجام میدم، تحلیل سنتیمنتال انجام میدم، در نهایت تحلیل تکنیکال. زمانی که من میخوام ورود بکنم به معامله، ببینید ذهن من چقدر خسته هست. ورود به معامله یک مسئله است، مدیریت معامله بحث دیگری است. خیلی بحث مهمی مدیریت معامله، اینکه شما بتونید
در موقعیت‌ها و رویدادهای مختلف بتونید تصمیم بگیرید معاملتون رو ببندید. شاید ریسک هایی که شما برای معامله دارید، مثلا برای خرید دلار استرالیا، این باشه که داده‌های اقتصادی چین اگر ضعیف باشه دلار استرالیا خواهد ریخت. وقتی داده های چین ضعیف میشه شما باید معامله آزیتون رو ببندید. یا اگر تحلیل کردید راجع به داده های اقتصادی چین که قرار منتشر بشه و تحلیل میکنید که در واقع اگر ضعیف باشه به شدت آزی رو خواهد ریخت، اون موقع باید از معامله آزی خارج بشه. ذهن انقدر خسته هست که نمیتونه اینها رو دیگه حلاجی کنه. پس بنابراین معامله‌گران بزرگ هم به همین ترتیب، معامله‌گران بانکی هم به همین ترتیب میان از خدمات مثل رفینیتیو، ایکون که مربوط به ترمینال رویترز هست و یا بلومبرگ استفاده میکنن و خیال خودشون هم راحت میکنن. و در ایران هم مجموعه ما تحت عنوان ایکس فارکس تمامی این مواردی که به درد بازار میخوره رو به زبان فارسی در اختیار شما قرار میده. ترمینال که به صورت عمومی هست، بعضی از مواردی که به صورت خصوصی حالا به عنوان نمونه قرار داده میشه تا شما ببینید چه محتواهایی داره ارائه میشه. اینها مثلا 1% محتوایی هست که در اشتراک‌ها در واقع ارائه میشه و محتوای رایگان هم وجود داره. ترمینال ایکون هم به همین شکله، چیز خیلی پیچیده‌ای در واقع در ترمینالش وجود نداره. همینا به زبان انگلیسی. البته اونایی که مفیدن یه عالمه مطلب وجود داره در ترمینال. ما آنچه را که به درد یک معامله‌گر فورکس یا معامله‌گر سهام یا طلا وجود داره ما اون را در اختیارش قرار میدیم. همچنین توسط در رادیوی زنده هم تمامی موارد بازار که میتونه تاثیر بگذاره، در چه جهت میتونه تاثیر بگذاره، اینا گفته میشه. مشابه اسکواک که در واقع در اختیار مؤسسات مالی قرار داده میشه که ما به زبان فارسی اون رو داریم برای شما ارائه میدیم. بنابراین بازار این نیست که شما بخواید با دریافت سیگنال کار انجام میدید. حالا اصلا ببینیم دریافت سیگنال درست هست یا نه. سری میزنیم به معامله‌گران موفقی که سرشناس هستن. این شخص رو شما میشناسید. ایشون استیو نیسون هست، پدر کندارشناسی در بازارهای مالی. آیا از ایشون شنیدید که بگه در فلان دارایی من در خرید هستم یا قراره که در این نرخ ورود بکنم به معامله؟ به هیچ وجه. فقط بازار تحلیل میشه توسط ایشون. سیستم معاملاتی شخصیش رو در اختیار قرار نمیده. نه اینکه بگیم خسیسه، نه، سیستم معاملاتی مربوط به خودشه، بر اساس ضمیر ناخودآگاه خودشه. شاید الان به استیو نیسون بگیم بیا $100,000 من بهت میدم روش کار بکن، نصف شاید قبول نکنه، بگه من تا حالا بیشتر از $50,000 بالانس نداشتم، مثلا عرض میکنم. اون حالا بذارید مثالش رو روی چارت هم بزنم. این ضمیر ناخودآگاهه. ضمیر ناخودآگاه ما در ابتدای معاملات، فرض کنید شما در یک معامله $300 در سود هستید. ضمیر ناخودآگاه شما و هدف شما چقدره؟ هدفی که شما دارید $700 هست. من با رنگ آبی مشخص میکنم. و شما در $300 سود هستید. همیشه این ضمیر ناخودآگاه مثل خوره ذهن شما رو خواهد خورد. $300 الان 12 میلیون پوله. همین الان اگر کلوز رو بزنید
300 در واقع 12 میلیون اومده تو جیبتون، مخصوصا اگر ببینید که قیمت داره برمیگرده. نمیتونید صبر کنید که قیمت بره $700. یه اصلاحی کوچیک بزنه شما وارد استرس میشید. حتی اگر بیاد این $300 تبدیل به $100 بشه، ضمیر ناخودآگاه شما میگه بابا $100 هم $100 قیمت داره برمیگرده ها، وارد ضرر میشی ها. این اتفاق برای همه شما افتاده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ضمیر ناخودآگاه شما آمادگی دیدن $300 رو نداره. الان استیو نیسون ضمیر ناخودآگاهش طوری هستش که مثلا آمادگی دیدن $300 رو داره، $500 هم براش عادیه. ضمیر ناخودآگاه استیو نیسون دیگه نمیتونه سود مثلا $1000 رو در چند پیپ ببینه. فرض کنیم قیمت 30 پیپ در سوده، ببینه مثلا $1000 در سود قرار داره. نمیتونه این رو بپذیره. هی این خوره ضمیر ناخودآگاهش میخورتش. ضمیر ناخودآگاه استیو نیسون روی حجمی از معامله هست که با 30 پیپ سود $300 داره سود میکنه. ضمیر ناخودآگاه یک معامله گر $700 رو به راحتی باید قبول بکنه. حالا چی کار باید کرد؟ همین که در ابتدا این گونه نیستم. شما باید در ابتدای امر 1/10 لات کار بکنید. حتی اگر 5 ساله تریدر هستید، این حجم شماست. میخواید روی ضمیر ناخودآگاهتون کار کردید؟ خیر. مطمئنم کار نکردید. حتی اگر 10 سال در بازار مالی فعالیت کرده باشید، کار نکردید روی ضمیر ناخودآگاه. ما در آکادمی آموزشی روی ضمیر ناخودآگاه کار میکنیم. نیاز به مشاوره داشته باشید، کار میکنیم با شما. 1/100 لات. وقتی میبینید که در 100 لات شما پوزیشنتون 100 پیپ وارد سود میشه، فرض کنید در معامله‌ای مثل طلا 100 پیپ سود معادل $10 هست. حالا میگیم این هدف شما هست. هدف تارگت شما 100 پیپ هست که معادل $10. معامله شما اگر 30 پیپ وارد سود بشه، شما چقدر سود کردید؟ $3. آیا $3 فشار به شما میاره که معامله رو ببندید؟ نه. $3 برای شما مبلغی نیست. پس اجازه میدید قیمت رشد بکنه و اگر این $3 هم از بین رفت و قیمت به نقطه ورود اومد و حد ضرر شما رو که حالا بگیم $4 هست، اصلا $5 هست، $5 هم حد ضرر دارید، $5 حد ضرر شما هم تاچ بکنه، شاید برای شما زیاد عذاب آور نباشه. این شمایید، دارید روی ضمیر ناخودآگاه خودتون کار میکنید. حجم ورود 100 لات، حد ضرر $5، حد سود $10. محرک رو هم بررسی کردید، میخواید وارد معامله بشید. قیمت در $3 مثبت هست. ضمیر ناخودآگاه شما نمیاد شما رو زور بکنه که این رو ببند. $3 هم $3. اجازه میده $10 هم سود بکنید، آنچنان بالا پایین نمیپرید. یکی از مواردی که خیلی توی علم روانشناسی بازار مالی تاکید میشه اینه که از قیافه یک معامله‌گر موفق نمیتونی تشخیص بدی ایشون در سود هست یا در ضرر، چون براش مهم نیست اون معامله سود بکنه یا ضرر بکنه. داره کار خودش رو به صورت روتین انجام میده و سود همینجوری خواهد اومد اگر کار درست باشه. $10 دیگه برای شما آنچنان نیست که برید در اتاق رو باز کنید، داد بزنید که ما
پولدار شدیم انقدر سود کردیم. نه، $10. اینطور نیست؟ و همچنین ضرر میکنید $5 نمیگید بدبخت شدم بیچاره شدم. معامله شما در $3 فرض کنید در $3 منفی هست. $3 در ضرر هستید و متوجه میشید تحلیل شما اشتباهه. همونجا معامله رو میتونید ببندید، یعنی هیچ چیز مانع شما نیست. حالا فرض بکنیم شخصی دیگه با 1 لات وارد معامله میشه. این هم همون شخص دیگر هست، میگه من با 1 لات وارد میشم. با 1 لات 100 پیپ میشه چقدر؟ $1000. یعنی این معامله گر که با 100 لات میره قیمت 100 پیپ سود بکنه $10 سود میکنه. این معامله گر که 1 لات میره $1000 سود میکنه. جفت سرمایه ها هم حالا بگیم $600 بالانسشون هست. هر دو معامله گر. یعنی با صعود طلا و برخورد اون به تارگت این شخص سرمایهش میشه $610، این شخص سرمایهش میشه $1600. خیلی خوبه، در ظاهر میگیم $600 تبدیل به $1600 شد، اما این شخص رسما داره قمار میکنه. 1 2 این که به هیچ عنوان اجازه نمیده این $1000 تاچ بشه. در 2 جبهه بازار رو الان بررسی میکنیم. حالا میگیم قیمت 30 پیپ وارد ضرر شد، میخواد یه اصلاحی رو بزنه و بعد رشد بکنه. ما که نمیدونیم قرار رشد بکنه. ما اینجا متوجه میشیم که تحلیلمون غلطه. اون چیزی که ما فکر میکردیم اونجور نیست. بازار اهمیتی براش نداره که مثلا پاول فلان حرف رو زده. این رو متوجه میشیم. در $3 این شخص میتونه به راحتی معامله خودش رو ببنده. آیا این شخص میتونه در $300 معامله خودش رو ببنده؟ به هیچ عنوان. ایشون در $300 نمیتونه معامله خودش رو ببنده. حد ضررش هم همون میشه $500. چرا نمیتونه ببنده؟ چون بالانس $600 میگه من اگر این $300 رو ببندم نصف بالانس هم رفت، قیمت برمیگرده. خدا کنه برگرده. دست به دعا. بازار مالی این گونه نیست که دست به دعا. هر موقع دست به دعا برداشتید بدونید که تون بازار کلکتون کنده است. نمیبنده، جرأت نداره این $300 رو ببنده، ولی این شخص به راحتی چون ضمیر ناخودآگاهش فشار وارد نمیکنه. برعکس فرض کنید قیمت رفت تو سود، رو 30 پیپ سود رفته، این شخص $3 سود کرده، ایشون هم حالا خیلی دیگه صبور باشه $300 سود میکنه. باز هم این شخص آیا اجازه میده که
معامله رشد بکنه، ضمیر ناخودآگاهش هی فشار میاره که $300 هم $300، 12 میلیون پوله. میبنده، نمیگذاره به $1000 برسه. و معاملات دیگه، و میبینه که بعداً قیمت رفت $1000 هم تاچ کرد. 2-3 بار این کار انجام میگیره، بعد میگه بذارم مثلا $1000 هم تاچ کنه، سری بعد میبینه از $300 افت میکنه. یک جوری با احساسات شما بازی میشه که شما سردرگم بشید، در اون گرداب عذاب سرگردان بشید. اما شما با 1/10 لات شروع میکنید، بعد از 1 ماه دیدید که احساساتتون نسبت به 1/10 لات خیلی راحته، خیلی راحت میتونید معامله رو تا تارگت ها حفظ بکنید. هیچ طمعی به شما نمیگه که معامله رو ببندید، یا در ضرر به راحتی میتونید معامله رو ببندید، یا حد ضرر میخوره ناراحت نمیشید، زیاد بهتون فشار وارد نمیشه. بعدی که راحت بودید میایید این رو میکنید 200 لات. در 200 لات همه چی 2 برابر میشه. این میشه $6، این میشه $20. بعد 1 ماه وقتی به این ضمیر ناخودآگاهتون به این عادت میکنه، این میشه چی؟ 0.3. در 0.3 همه چی 3 برابر میشه، در واقع 3 برابر میشه. این میشه $9، این میشه $30. و بعد از 1 سال شما میبینید که خیلی راحت دارید با 0.2 لات معامله میکنید. همین معامله رو شما اگر با 0.2 لات انجام بدید، این میشه $400. در 1/10 لات هر پیپ معادل $1. اگر 100 پیپ سود بکنید $100 میشه $200، چون 0.2 هست. خیلی راحت میبینید با تا تارگتتون هم در واقع حفظ میکنه. این هم میشه $60. $60 در سود بودن برای شما هیچ جذابیتی نداره، چون از کوچیک، از در واقع کمترین حجم شروع کردید و عادت دادید ضمیر ناخودآگاهتون رو. بعد از 5 سال ضمیر ناخودآگاه شما آنچنان بزرگ خواهد بود، آماده خواهد بود که شما میتونید حتی سلات رو هم به راحتی معامله کنید. با رشد سرمایه‌ای که داشتید در سلات 100 پیپ شما میشه $3000. در سود 30 پیپ شما $900 در سود خواهید بود. ضرر شما میشه چقدر؟ اگر حالا 50 پیپ در نظر بگیریم، تقریبا میشه نصف، میشه 1500. بالانس شما دیگه این نیست، به صورت تصاعدی رفته بالا و چه بسا این تبدیل شده به $60,000. همین حد ضرر باید 2% بیشتر نباشه از بالانس شما. این قانون ها رو اگر رعایت بکنید شما در این بازار بازنده نخواهید بود. ولی همین شخص بعد از، فرض کنید شما بعد از 5 سال به این مرحله رسیدید، همون شخص دوست شما که روی ضمیر ناخودش کار نکرده با همون یلات هی داره کال مارجین میشه، هی سرمایه اضافه میکنه، هی کال مارجین میشه، $300 $200 $100 سود کسب میکنه. همون زمانی که شما $1 $2 $10 سود میکردید، شاید این $100 $200 سود میکرده، اما ضررهاش هم بوده. این ضررهاش باعث شده این کال مارجین بشه. سود محدودیتی ندارد ولی ضرر محدودیت دارد. هر چقدر بخواید سود میتونید بکنید، اما ضررها محدودند. هر چی لورج رو ببرید بالا، هر چی بدون مدیریت ریسک و سرمایه برید، شما ضرر در واقع کال مارجینتون احتمالش بیشتره. این فرد هی کال مارجین میشه، هی پوست کلفتم شده، هی میاد قمار میکنه دیگه، در نهایت میخواد تمام اون پولای از دست رفته رو جبران کنه. اما شما ببینید چقدر ضمیر ناخودآگاهتون صیقل داده شده. خب آیا شما حالا ضمیر ناخودآگاهتون رو سلات اوکی هست، خیلی راحت $900 رو نمیبندید،
میذارید بره به تارگت برسه. شخصی میاد به شما میگه من 10 میلیون دلار به شما پول میدم. من در واقع استیتمنت شما رو دیدم، خیلی عالیه. 10 میلیون دلار میدم، 50-50 معامله کن. شما اگر اون 10 میلیون دلار رو بیایید و کار بکنید، چون ضمیر ناخودآگاه شما آمادگی پذیرش فرض کنید 90,000 دلار رو نداره در CPIP، شما دست و پاتون خواهد لرزید. شما دوباره هر چی زحمت کشیدید به هدر خواهد رفت. استیو نیسون هیچ موقع این کارو نمیکنه. سم سایدن هیچ موقع این کارو نمیکنه. هر کس به واسطه ضمیر ناخودآگاهی که داره معامله انجام میده. اینها تحلیل ارائه میدن. سم سایدن هیچ موقع نیومده بگه من نقاط عرضه و تقاضا رو چه جوری پیدا میکنم. میگه اینجا نواحی عرضه است، اینجا تقاضا، خودم پیدا کردم. روشش رو نمیگه. استیو نیسون نمیاد دلایل ورود خودش رو بگه. پس اونایی که میان سیگنال میدهند توجیهشون این هستش که سرمایه ندارن، روحیه کار در بازار لایو رو ندارن، استرس میگیرن. در بازار دمو میتونن به راحتی بازار رو تحلیل کنن و سیگنال های عالی رو بدن. بیایم حرفشون رو قبول بکنیم، بیایم بگیم شما راست میگی. خیلی خوب. سیگنال داده اولی معاملش درست بوده، سیگنال داده دومی معاملش درست بوده، سوددهی داشته، سومی معاملش درست بوده. شما در این لحظه با ایشون آشنا میشید. در اینجا بعد از 3 معامله ایشون یه معاملش ضرر میده، میاد و ضرر میکنه. معامله بعدیش هم ضرر میکنه. عملا ایشون اینا یاربر بشن در سود هست، ولی شمایی که از اینجا ملحق شدی به ایشون در ضرر کامل هستی. ترک میکنی ایشون رو. ایشون دوباره میاد سود میکنه. شما دوباره میگید ای بابا این که سود کرد، دوباره کاش نمیومدم. دوباره میری میبینی یه دونه ضرر کرد دوباره. پس بنابراین اینا همه برمیگرده به شانس و تقدیر. پس سیگنال گرفتن کلا معامله گری یک چیز شخصیه. فقط ما میتونیم تحلیل ارائه بدیم. ما میگیم که بازار فرضاً برای نفت خام به این دلایل سعودیه. مثلا اینجا من تحلیل رو ارائه دادم، یا مثلا اینجا تحلیل رو ارائه دادیم، گفتیم به این دلایل. حالا گزارش ذخایر نفت خام میاد و وضعیت ژئوپلیتیکی بررسی میشه، وضعیت پالایشگاه‌ها بررسی میشه، وضعیت سنتیمنت بازار بررسی میشه، شاخص دلار خیلی مهمه. چرا؟ چون نفت بر اساس دلار داره قیمت گذاری میشه. میایم در اینجا میگیم که دوستان عزیز، قیمت نفت به این دلایل من فکر میکنم که روند سودی داره. اینجا دیگه ایچیموکو و میانگین متحرک و مکدی RSI خالیه. اینجا فارکس برهنه است، یعنی توی چارت هیچی نداریم. چارتمون برهنه هست. نه مکدی داریم، نه RSI داریم، نه اسیلاتور داریم، نه میانگین متحرک داریم، هیچی. اینه فارکس برهنه. چارت رو شلوغ نکنید، ببینید چارت، دلایل رو ببینید. بعد اینکه جهت دهی کردید گفتید خب الان من محرک‌ها رو میذارم جلوی هم، این مثلا 5 تا فاکتور سعودی دارم، این میشه محرک من، این میشه در واقع محرک سعودی من.
مثلا 2 تا فاکتور نزولی دارم که نمیشه ریسک های من. حالا در ادامه این سیستم معاملاتی رو بهتون توضیح میدم در جلسه بعد. حتما اینجا اجازه بدید یادداشت بکنم، چون دیگه وقتمون به درازا کشید، نمیخوام دیگه زیاد وقتمون رو بگیرم، وقتمون هم محدود هست. در جلسه 4 حتما راجع به این سیستم معاملاتی من صحبت میکنم که چطور باید حد ضرر و چطور باید حد سود در واقع استفاده بکنید، با چه حجمی. خیلی راحت بعد از اینکه جهت دهیتون مشخص شد، بیاید حمایت ها، مقاومت ها رو مشخص کنید یا هر ابزار تکنیکالی که استفاده میکنید. پس بعد از جهت دهی بازار میاید از اینا استفاده میکنید. مثلا اگر اینجا باشه، من این رو به این وصل میکنم، میگم خب قیمت اینجا هست، فعلا توی در واقع سطحی نیست که من بخوام ترید بکنم، روی سقف‌های جذابی نیست، من اجازه میدم یک اصلاحی بزنه به این خط کانال، از اینجا من خریدم رو انجام میدم. به محض اینکه خورد به این خط که خیلی راحت، نیازی ندارید به ربات، کلیک میکنید و یک آلارم رو قرار میدید. این میگه وقتی قیمت به این خط خورد، من بهت آلارم میدم. نیازی نیست برید در واقع پولتون رو دور بریزید به شرکت هایی که میان کدگذاری تریدینگ بیرو ور میدارن، خودشون یه مقدار این ور ور میکنن و به شما ربات تلگرامی میدن که بگم پول بک ها مثلا آلارم بده. کار شق القمری انجام نمیدن که بابتش مثلا فرض کنید $4000 سالانه پول میگیره. خب من وقتی آگاه هستم به سمت این افراد نمیرم. معامله‌گر مبتدی که ناآگاهه میره سریع جذب این نفرات میشه، $4000 میده، پولش میره به هوا، میاد میبینه بابا نمیشه ترید کرد. در 5 دقیقه 26 تا آلارم داده، در 5 دقیقه بعدی 50 تا آلارم داده، من نمیتونم همه اینا رو بگیرم. اعتراضم بکنی میگه آقا کار ما رو داره انجام میده، ما داریم آلارم ها رو همجور میدیم دیگه، سرمایه نداری به ما ربطی نداره. اینا صحبتایی هستن که خواهند کرد. خیلی راحت بر اساس محرک‌ها، بر اساس این محرک‌ها میبینیم که نفت سعودیه. بسیار خوب، میایم تکنیکال چه روشی کار میکنیم؟ یک روش رو داشته باشید کافیه. چنگال اندروز میخواید باشه، RSI، اسیلاتور، در واقع میانگین متحرک، هر چیزی. در جلسه بعد حتما راجبش توضیح خواهم داد. خیلی راحت میتونید چیکار بکنید؟ وارد بشید و سودتون رو کسب بکنید. نه از کسی سیگنال میگیرید نه چیزی، فقط گره کار الان اینجاست. آقا من نمیتونم اینا رو دریافت کنم، جهت دهی نمیتونم بکنم. خب ایکس فارکس داره اون کار انجام میده برای شما. بازگشت فلان جفت ارز پس از تصمیم RBH، در واقع روی سطوح فلان تمرکز میکنیم. به روز رسانی یورو دلار در آستانه شاخص‌های مهم اقتصادی، همه اینا داره جهت بازار رو به شما میده در اشتراک، اگر اشتراک تهیه بفرمایید. اینا تبلیغ نیست دوستان، اینها ابزاریه که معامله‌گران بانکی سالانه $6000 $10,000 خرج میکنن این مسائل، این داده ها رو دریافت بکنن و بازار رو اینگونه تحلیل بکنن. ببینید ما با چند دلار در سال داریم اون رو برای شما ارائه میدیم. مقایسه بکنید. در جلسه دوم من مقایسه کردم، اسکواک $350 یا $300 در ماه هست. اسکواک انگلیسی که فقط خبرها رو میده. اسکواک ما که به زبان فارسی هست، رادیوی فارکس به زبان فارسی هست، هم تحلیل ارائه میده هم خبر. یعنی خبر داده میشه بعد روش تحلیل ارائه میشه. ببینید ما با چه قیمتی، در واقع مجموعه با چه قیمتی این رو در اختیارتون قرار داده. این مسائل خیلی مسائل مهم ریز و کسی اینها رو به شما در بازار مالی نمیگه، چون اطلاعات نداره. اشخاصی هستن خیلی هم خوب میشناسیدشون، جز اولین نفراتی بودن که اومدن تکنیکال آموزش دادن. تکنیکال آموزش دادن
دستشون درد نکنه. رایگان هم این کارو کردن، واقعا دستشون درد نکنه. اما اومدن میگن که برای انجام معاملات از فلان صرافی میتونید استفاده کنید. به رغم اعتمادی که طرف بهش میکنه، میگه این شخص آدم درستی، بذار بروکری هم که معرفی میکنه حتما بروکر خوبیه، میره با بروکر صحبت میکنه، میگه برای برداشت و در واقع واریز ریالی باید از فلان صرافی استفاده کنید. این صرافی مال کیه؟ مال همین شخصیه که داره بر شما آموزش رایگان میده. آنچنان سودی میکنه در 1 سال 2 سال که در 10 سال تریدش این سود رو نکرده و خیلی راحت میره زندگی خودش رو انجام میده. و پشتش چه حرفایی هست؟ این فرد با وجدانه، این فرد میدونه داره چیکار میکنه، این فرد در صورتی که تحلیل‌هاش اصلا جدی به بازار نداره، میگه اگر فلان اتفاق بیفتد نفت سودی، اگر فلان اتفاق بیفتد نفت نزولی، اونم فقط بر اساس یک سری خطایی که روی چارت کشیده میشه. قیمت احتمالاً به این واکنش نشون بده بیاد بالا، بخوره به این، اینجا هم میتونه فضای مهم باشه. بعد میگه به 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 به، رایگان ببین چه داره درس میده، چی داره تحلیل میکنه، خط و خطوط هم میکشی. خب معمولا آدم ها هم منطق پذیرن، خیلی راحت من میتونم بازار رو به شکلی برای شما تحلیل کنم که شما با تمام حجم معاملاتیتون وارد بشید، بگید آقا راست داره میگه، این اصلا دیگه خدای تحلیله. ولی این گونه نیست، هیچ کس خدای تحلیل نیست. این شخص داره سوء استفاده میکنه از صرافی که داره پول پارو میکنه. یا شخصی میاد میگه من سیگنال رایگان به شما میدم، نمیخواد پولی بدید، فقط و فقط از فلان بروکر استفاده کنید. معامله‌گر مبتدی میگه خب چه فرقی میکنه برای یارو، برای منم چه فرقی میکنه، معامله است، چه تو این پلتفرم، چه مثلا روی افیکس پرو یا چه پپرستون، بروکر دیگه. بیایم حالا به خاطر اینکه سیگنال رایگان از این بگیریم، میایم مثلا افیکس پرو رو انتخاب بکنیم. طرف آیبی افیکس پرو هست، میگه باید از این استفاده کنیم و از هر کمیسیون شما درصد برمیداره. میاد یه سیگنال به شما میده خرید طلا، بعد میگه فول حجم وارد بشید، من مطمئنم طلا رشد میکنه. حالا طلا رشد کرد نکرد براش فرقی نداره، چون شمایی که مثلا 100 نفر با فول حجم میرن، چه کمیسیونی به این در واقع داده میشه از طرف بروکر، چون آیبی و معرف بروکر هست. بعد میگید که خدا خیرش بده داره رایگان سیگنال میده، ضررم بکنه میگه آقا رایگان دیگه استفاده نکن. حرفی دارید برای گفتن؟ میگه من که زورت نکردم، من که پول ازت نگرفتم، رایگان دارم میدم، استفاده نکن، اصلا من هیچی بلد نیستم، من بی سوادم، استفاده نکن. بعد که چند تا ضرر داد و معامله‌گر رو بدبخت کرد، یه کانال تلگرامیشو اصلا حذف میکنه، دلت میکنه دیگه، هویتش هم مشخص نیست برای شما، میره با یه اسم دیگه کانال تلگرام دیگه. شما میتونید کاری اصلا نمیشناسید این رو، نمیتونید تشخیص بدید این همون شخصه. شخصی بود به نام امیر تریدر، حالا فامیلیش رو هم نمیگم که خیلی شناخت در واقع چیز نشه. پسرخاله من رفت تو کانال ایشون، من به پسرخالم گفتم نکن این کارو اینجوری، ولی خب انجام داد. تمامی جفت ارزهای ین رو فروش میزد. ین هم همینجوری داشت تضعیف میشد، چون جفت ارزهای وابسته به ین چون در طرف مزن هستند، با تضعیف ین اون جفت ارز رشد میکنه. ین تضعیف میشد، جفت ارز میرفت بالا، این هم پله‌ای هی این رو چیکار میکرد؟ میفروخت. میگفت بفروشید، فرض کنید مثلا اینجا، هی میگفت اینجا بفروشید، اینجا یک خبری قراره منتشر بشه، ین تقویت بشه و این جفت ارز بریزه، شما هی بفروشید. بعدش کلا پسرخاله‌ام اومد گفت این فرد، من 10 تا پوزیشن جی بی پی ین بود اگر یادم، جی بی پی ین در فروش هستم، این همجوری داره میره بالا، بالانس منم داره میخوره. بعد اومده میگه من میخوام برم دبی، نمیدونم دوره کندل شناسی ببینم، همکارم با شما کار میکنه. گفت من الان چیکار کنم؟ گفتم من بهت گفتم که نرو، من هیچی نمیتونم بگم، نمیتونم بگم جی بی پی ین رشد میکنه، نمیتونم بگم نزول میکنه. من توی یک معامله که در جلسه بعد عنوان میکنم مثلا با چه دلایلی میخوایم وارد بشیم، چطوری باید وارد بشیم، در واقع من
معاملات خودم رو انجام بدم. من نمیتونم الان به تو بگم جی پی ان مثلا محرکاش سعودیه دیگه، سودش رو کرده از اینجا تا اینجا دیگه، شاید مثلا دیگه موقعیت فشرده‌ای داشته باشه بخواد بریزه، بخوام بگم میریزه دوباره رشد میکنه محرکات سودی، من نمیتونم بگم، من برای شخص دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم. بنابراین اینا مسائل مهمی هستن که برای در واقع دام‌هایی هستن که برای معامله‌گران مبتدی پهن است. به هیچ عنوان از سیگنال و معاملاتی که به شما ارائه میشه در کانال‌های تلگرام استفاده نفرمایید. خیلی ممنونم که در این جلسه من رو همراهی کردید. با هزاران درود بدرود.